عرض سلام روز بخیر دارم خدمت دوستان. امروز یکی از بیمارانمون رو میخوام باتون به اشتراک بذارم. ببینید یه بینی که واضحا قوز داره، البته یه بخشی از این قوز به خاطر ضعف غضروف‌های تحتانی بینیه. پهنای بینی افتادگی آنچنانی واقعا نداره، یعنی زاویه‌ای بین لب و بینی تقریبا خوبه. انحراف خیلی زیاد، انحراف زیاد بینی به سمت چپ صورت که باید اصلاح بشه تا مشکلات تنفس مریضمون هم حل بشه. خب ببینید غضروف تحتانی رو ما با تقویت غضروف اصلاح کردیم. خب غضروف برداشتیم، نوک بینی رو غضروف اضافه کردیم تا فرم بهتر و تراشیده تری بگیره. زاویه رو همونجور که گفتم زاویه بینی و لب رو خیلی تغییری روش ندادیم. انحراف بینی رو هم اصلاح کردیم. مبارکشون باشه، یه بینی نیمه فانتزی بسیار زیبا و قشنگ.